الو سلام، نبی هستم از ایران. مطلبی بود میخواستم به عرض برسانم. یه چی بر سر شاخ بود و بن میبرید. سید علی خامنه‌ای رهبر شیعیان جهان گفتن نظر من به آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. نظر مردم تنفر انتظار از دولت متقلب احمدی نژاد بود. نظر سید علی خامنه‌ای نسبت به آقای خاتمی منفی بود و بیشترین سمپاشی را بر علیه او و کابینه‌اش به عمل آورد. ولی نظر ملت ایران به خاتمی مثبت و بیشترین آرا را چسب نمود. حکومت ولایت فقیه، شما که هرچه گفتید ملت عکس آن عمل نمودند. خوب بود یک مسجد برای اهل سنت در تهران می ساختید تا ملت نسبت به جامعه اهل سنت تنفر انزجار نشان دهند. حال که یک نمازخانه را تخریب کردید، عکس العمل ملت چه بود؟ قطعا نظر ملت مساعد و باورشان به جامعه اهل سنت 100 چندان شد. پیوستن هزاران هزار جوان ایرانی به جامعه اهل سنت را به موحدین جهان به خصوص شبکه وصال حق و شبکه جهانی کلمه تبریک میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من خواهرتان از تاجیکستان، بیننده همیشگی شبکه جهانی وصال حق. الحمدلله که وصال حق هم را یافتم. الحمدلله که الله مهربان این نعمت را باز بر ما منت گذاشت و وصالمان را به ما باز گردانده داد. الله مهربان شما را صدای بزرگوار نگهبان باشد و همیشه این شبکه پاینده باشد. خدا را بسیار سپاسگزارم که باز من وصالم را یافتم. چقدر وقت ها گذشته بود که من وصال را نداشتم و بسیار اندوهگین بودم و الحمدلله که امروز یافتم و الله مهربان دشمنان اسلام را خوار ذلیل گرداند که چقدر میخوام راه خیر را ببندن، ولی الحمدلله که فضل و رحمت الله مهربان هم است که آنها انشاءالله که این کارا نمیتونن کرد. از همه شما صدای بزرگوار سپاسگزار هستم. الله مهربان صف شما را زیاد گرداند و الله مهربان شما را نگهبان باشد و شما نیازمندی تعریف و تمجید ما نیستید. الله مهربان خود اجرتان را میگه، از شما اجرتان بر الله به چی زبان شکری پروردگار مهربانم را کنم. الحمدلله که در دنیا این گناه انسان نکار هستند. پس از مصیبتی که به سرم افتاد و از الله مهربانم بسیار میخواستم که مرا همنشین انسان نکار گرداند. الحمدلله که شمایان را به من الله مهربان نصیب گردان که همنشین شما باشم و همیشه از صحبت‌های شما استفاده برم. امید دارم که همیشه این شبکه پاینده باشد و همیشه پابرجا باشد و سران بزرگوارم را در این شبکه الله مهربان نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.